کار به کار زندگی اونها و برنامه برای زندگی اونها نداشته باشیم. اونها اللهی رو میخوان که وفق اهوا و هوا و هوسهای خودشون اون رو رنگ بدن و بچرخوننش، نه اینی که خودشون رو به رنگ اون در بیارن. شما این رو میبینید در مسلمان های زیادی هستند که اسلامی میخوان به اتیکت خودشون بخوره، به ژست خودشون بخوره. اسلامی میخوان وفق تصورات خودشون، نه اینی که خودشون رو با اسلام وفق بدن، میخوان که اسلام رو با خودشون وفق بدن. این رو زیاد میبینیم. افراد تازه به دوران رسیده ای که خودشون رو مفکر و اندیشمند و نمیدونم فلان و فلان، دو کتاب خونده دیگه، مغرور به خودش، قرآن رو زیر سوال میبره، احکام الله رو زیر سوال میبره، چیزی که از طرف دین بیاد اون رو میخواد تغییرش بده. میگه من مسلمونم اما اسلام باید چنین باشه، من مسلمونیم وفق اون اسلامی که با مزاج من، با خواهشات من راه بیفته، نه اینی که من مسلمونم و پایبند. اسلام یعنی چی؟ تسلیم شدن به قوانین الله. من مسلمونم چون که تمام قوانین الله رو بالای سرم گذاشتم، روی چشمم گذاشتم، دیگه هرچه از جانب الله میاد میگم به چشم، عملش میکنم. نه اینی که از جانب الله قوانینی بیاد اون وقت من بگم که خب تبصره‌ای توش نیست، نمیشه یه جوری جناب مولانا صاحب، جناب شیخ، یک کاری برای راه حلی برای ما پیدا کن. اینجاست که اگر اون مولانا هم الله رو نشناسه میاد دیگه دنبال حیل، بهش میگن حیل شرعی، با کمال بی‌حیایی. چطور قوانین الله رو دور زدن؟ العیاذ بالله. این تمامش به خاطر این هست که الله رو نشناسیم. وقتی الله رو نشناسیم چیکار میشه؟ عزت و کرامت و مکانت رو از چشمای دیگران گدایی میکنیم، گدای دیگران میشیم. در شناخت الله ما تمام تلاشمون این است که رضایت الله رو جذب کنیم. وقتی که الله رو نشناختیم تمام تلاشمون میشه که تا چشمهای دیگران رو ارضا بکنیم، رضایت دیگران رو بگیریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد من بیشترین چیزی که بر شما بیم دارم، حتی از مسیح دجال، از علامت‌های قیامت بیشتر بیم دارم بر شما، چیز دیگه هست. گفتن چیه یا رسول الله؟ فرمودن الشرک الخفی، شرکی که در دله، در داخل، شرکی که دیده نمیشه، شرکی که لمس نمیشه. از دعای پیامبر چی بود؟ اللهم انی اعوذ من ان اشرک بک شیئا و انا اعلم و ان اشرک بک شیئا و انا لا اعلم. خدا من به تو پناه میبرم از اینی که به تو شرک بکنم به چیزی که من میدونم، و پناه میبرم از اینی که شرکی از من صورت بگیره که من خودم توجه ندارم و متوجه نیستم. یعنی شرک خفی، شرک پوشیده. و شرک پوشیده چیه؟ فرمودن ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل. میره نماز میخونه، الله اکبر، بعد از این صدایی رو میشنوه، کسی اومد، کسی رفت، یک کسی از اون احتمال میده که داره منو میبینه، نمازش رو طولانی تر، زیباتر، جالبتر میکنه تا این فرد که سر اثر صدای پاش اومد ببینه و به خاطر دیگران عبادتش رو بهتر کرد. این چه هست؟ این داره گدایی میکنه حیثیتش رو از دیگران. این شرک خفی. حتی در روز قیامت اولین کسایی که مورد بازخواست قرار میگیرن، از اولین نشانه چی هست؟ مجاهدی که در راه الله جهاد کرد. خداوند متعال همه چیزو میدونه که یعلم ما تخفی الصدور، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند متعال حرکت چشمها رو
میدونه که چطور این چشم خیانت میکنه و اون چیزی که تو دلها و تو سینه ها هست رو هم میدونه. این الله متعال است. روز قیامت الله متعال از این فردی که ما در چشمه های ما مجاهد بود بهش گفتیم شهید، براش دیگه چه برنامه ها گذاشتیم، شهید گفتیم، از این میپرسه که من بهت قدرت ندادم؟ بله دادی یا الله. من بهت همت ندادم برای جهاد؟ بله دادی یا الله. من به نعمت هایی که خداوند بهش داده رو بهش یادآور میکنه، همه رو اقرار میکنه که بله همچنین بود. خب چه کار کردی؟ ولتسألن یومئذ عن النعیم. الله متعال در روز قیامت از تمام نعمت هایی که به ما داده از ما بازخواست میکنه. میگه یا الله تو این قدرت، این توانمندی، این شجاعت، این همت رو به من دادی، من رفتم جهاد کردم در راه تو، در راه خدمت به دین و در راه به کرسی نشاندن ارزش های دینی. جواب میاد کذبت، دروغگو، دروغ میگی ای مکار، ای حیله‌گر، تو دروغ میگی. تو رفتی جهاد کردی، تو رفتی جنگ کردی، لیقال جری، تا بگن که ای پهلوانی بود، سردار شجاع، پهلوان. تو برای این نام و نشان همه این کارا رو کردی. دستور میدن که بگیریدش، بس سرشو به زمین بمالید، بندازیدش تو جهنم. گروهی دیگه رو میان بازخواست میکنن، اونهایی که اهل علم بودن، اهل دانش بودن، اهل قرآن بودن. از اونا پرسیده میشه که شما چیکار میکردی؟ میگن که خدایا شما به ما علم آموختی، راهها کار علم رو به ما جلوی ما گذاشتی، همه این نعمتایی که خداوند ما به اونها تذکر میده. منم رفتم یاد گرفتم علم رو که به دیگران علم آموختم، قرآن یاد گرفتم به دیگران قرآن یاد دادم. دروغ میگی ای مکاری دیگر. تو این کارا رو کردی تا بگن هو قارئ، بگن قاری صاحب، بگن دکتر، بگن عالم، بگن دانشمند، بگن شیخ الاسلام، بگن نمیدونم حجت الله و از این جور حرفا. نه، دستور داده میشه که بگیرید به سرشو بذارید به زمین، بمونید بندازید تو جهنم. و از جمله افرادی که میان، اون کسی است که انسان کریم و سخاوتمندی بوده. توی سخاوتمند، مگه من به تو نعمتهای فراوانی ندادم؟ بله یا رب دادی. اقرار میکنه به همه نعمتهای الهی. چه کار کرد؟ میگه من شب و روز در راه تو انفاق میکردم. الله تعالی میفرماید دروغ میگی مکار، تو این کارها رو کردی تا مردم بگن جواد، کریم، سخاوتمنده. مردم هم گفتن دیگه، چیزی که میخواستی از مردم گفته شد. همه از جود و سخاوت تو سخن میگن. تو شدی حاتم طایی، تو شدی فلان. و در نهایت میره جهنم. چرا رفت جهنم؟ از اینجا رابطهش با الله رابطه خلقتی بود. الله رو نمیشناخت. چون که الله رو نمیشناخت، رابطهش با الله یک رابطه صمیمانه نبود. دیگه چیکار بود؟ از عزت و کرامت رو از چشمه های دیگران گدایی میکرد. در نتیجه نهایتش هم به این رسید که به اصطلاح از بین رفت و ضایع شد. این است که باید درک بکنیم که تمام حرکتمون برای چی باشه؟ برای شرع لکم من الدین ما وصی به نوح. خداوند متعال یک قانونهایی گذاشته، قانونهای الهی. این دینه، دین ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، دین الله متعال است که ما تمام هم و غممون باشه که قوانین الله رو به اجرا در بیاریم. هیچ قانونی رو هم عمل نمی کنیم مگر اینی که در اون رضایت الله باشه. حتی قوانینی که خداوند برای ما اجازه داده، یعنی قوانینی که در دنیا هست، قوانین راهنما رانندگی هست، قوانین نمیدونم ثبت و احوال هست، قوانین مدرسه هست، فلان هست. این قوانینی که ما انسان ها میگذاریم. من مؤمن این قوانین رو بهش عمل نمی کنم
مگر به خاطر رسیدن به رضایت الله متعال. نه به خاطر اینی که قوانین وضعی انسان هست، به خاطر اینی که الله متعال اجازه داده در این هیته، در این دایره به انسان اجازه داده قانونگذاری کنه. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. یک قوانینی هست در هیته هایی گذاشته میشه که خداوند اجازه نداده، من به اونها عمل نمی کنم. یک قوانینی هست که در هیته هایی گذاشته که خداوند متعال به اونها اجازه داده. این هیته هایی که به فضاهایی که خدمت های انسانی هست و بر نفع انسان هست، تو این عمل میکنم. اما اگر زمین و زبان میان بگن شراب حلال هست، زمین و زبان میان ربا رو حلال بکنن، زمین و زبان با هم جمع بشن، یه قانونی که در اون معصیت الله هست، تمام قدرت ها بیان، این تمام قدرت ها رو من میذارم کنار و به اون قانونی که از مخالف قوانین الله هست عمل نمی کنم. این عمق اصطلاح شناخت الله متعال و وابسته شدن به الله هست و اینجاست که درک میکنم هو معکم اینما کنتم. الله با ماست هر جایی که باشیم. پس هدفمون، تمام تلاشمون باید در این باشه که بتونیم خودمون رو پیش اللهمون عزیز کنیم و با الله نزدیک و نزدیکتر بشیم. عزیزان، تا دیداری دیگر و تدبری دیگر در قرآن کریم، همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله یار و یاورتان. کتاب أنزلناه إليك مبارك